سلام، خیلی خوش اومدید به سلسله برنامه 0 تا 100 میلیون تومان. این برنامه اصلا تولید داره میشه، تدوین داره میشه. همه این کارها برای اینه که شما از نقطه 0 برسید به 100 میلیون تومان، چه به صورت فریلنسری کار کردن، چه با داشتن کسب و کار، فرقی نمیکنه. چیزی که ما مهمه برامون و میخوایم تو این برنامه راجعش صحبت بکنیم، بحث اینه که ما به عنوان یک آدم اگر در نقطه صفریم، الان هیچ درآمدی نداریم، هیچ پولی نداریم، سرمایه‌ای نداریم، پشتوانه‌ای نداریم، حمایتی نداریم، باید چیکار کنیم که 0 تا 100 میلیون رو بتونیم طی کنیم؟ یه نکته. 2 بتونیم حفظش کنیم. 3 بتونیم از یه جایی به بعد اینو اسکیل بدیم. یعنی قرار نیست ما همیشه 100 میلیون تومان در بیاریم که، یعنی از یه جایی به بعد به عددهای بزرگتر فکر کنیم. ولی تو این سلسله برنامه که چندین ویدیو براتون آپلود میشه و میتونید قسمت‌های بعدیش رو ببینید، راجع به این حرف میزنیم که آقا من الان صفرم، چی کار باید بکنم که درآمدم بشه 100 میلیون تومان تو ماه خالص. خب چرا این سلسله درس و این سلسله ویدیوها و در واقع این دور رایگان ارائه شده؟ دلیلش اینه که اگر من ادعای این رو دارم که یک آدمی باید بتونه از درآمد 0 به 100 میلیون تومان برسه، پس اینم باید تو ذهنم داشته باشم که این آدم الان توانایی پرداخت هزینه یک دوره آموزشی رو نداره. باید بتونه با یک محتوای رایگان، اصولی و ساختار یافته اول درآمد رو کسب کنه، بعد حالا بیاد در راستای بهتر کردن و بیشتر کردن درآمدش و حوزه فعالیتش یه سری آموزش‌های خاص ببینه. اگر شما جز مخاطبی هستی که الان درآمدت صفره و یا الان داری یک مسیر جدید رو همراه این ویدیوها با من شروع میکنی، حتما این سلسله دروس رو به نزدیکترین آدم‌های زندگیت معرفی کن. جمع این چیزهایی که دارم به شما میگم شاید به 1 ساعت نرسه، ولی بالای 7-8 سال تجربه شخصی و تیمی پشتشه، اون هم توی صنعت مدرن پول ساختن و پول سازی، یعنی درآمد مدرن، مهارت مدرن. ببین کار سنتی و چیزی که حالا تو 20-30 سال قبل رایج بوده، خب همه بلدن، یعنی اصلا مسیرش مشخصه، باید بری کارآموزی X Y بری به درآمدی برسی، حالا اونم هر سال بیشتر میشه. خب داریم راجع به یه چیز جدیدتر صحبت میکنیم، یه چیزی که تا الان وجود نداشته. چند تا نکته کلی داره، یعنی تو جلسه 0 که این جلسه از صرفا نکات کلی رو بهتون میگم و بهتون قرار بگم چه اتفاقی میفته تو جلسات بعدی، که شما جلسات بعدی رو اصلا نباید از دست بدید به هیچ وجه، چون اصلا اصل اتفاق اونجاست، اصل موضوعی که قرار راجعش حرف بزنیم اونجاست. ببین نکته اول اینه، اصلا من به عنوان یک آدم که حالا سنم شده 20 سال 30 سال، هر سنی که داری، به چی علاقه دارم؟ یعنی علاقه اصلی من تو زندگیم چیه؟ اون چیزی که منو به وجد میاره که من بتونم روزانه 5 ساعت 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت بابتش کار بکنم برای خودم یا برای دیگران، اون چیه؟ نکته اول اینه که تو جلسات بعدی راجبش صحبت میکنیم. نکته دوم بحث اینه که اوکی آقا من فهمیدم مثلا به این موضوع علاقه دارم، الان پولسازترین، سریعترین راه رسیدن به پول در اون حوزه که من علاقه دارم چیه؟ یعنی یه موقعی هست شما میگی من آقا دوست دارم میوه فروش بشم، یه حالت اینه بری وانت کرایه کنی میوه بفروشی، یه حالت اینه بری مغازه بگیری میوه بفروشی، یه حالت اینه که بری فروشگاه آنلاین بزنی میوه بفروشی، یه حالت اینه که بری دم هر خونه‌ای زنگاشون رو بزنی بگی آقا من مثلا هندونه نوبرونه دارم میوه بفروشی. یعنی بحث اینجا به این شکل میره جلو که من اگر به یک موضوع علاقه دارم باید بدونم چند تا ساید درآمدی داره، چند تا مدل من میتونم از این درآمد داشته باشم و سریع ترینش کدومه. چون ببین تو دنیایی که ما زندگی میکنی، شما تو ایران صبح که خواب پا میشی 2 عقبی تا شب تلاش کنی، خوب تلاش کنی، تازه بازی رو بلد باشی، میتونی بازی رو مساوی کنی. اگه یه سری زیرساخت و یه سری کارام از قبل انجام داده باشی، میتونی اون 2 که اول صبح عقبی رو آخر شب بکنی 3-2 بازی رو ببری. پس زمان کلیدی ترین مسئله مونه، چون 100 میلیون الان به دردت میخوره. این که من 1 سال دیگه به 100 میلیون برسم، 10 سال دیگه به 100 میلیون برسم، اون دیگه اصلا معنایی نداره. با نرخ تورم ما اصلا عددی محسوب نمیشه، دردی رو دوا نمیکنه. یعنی پول در همین لحظه مهمه، همین امروز و همین دقیقه. راجع به پولی که 6 ماه بعد قراره به من برسه، من اصلا از الان نمیتونم برنامه ریزی کنم، هیچ کاریش نمیتونم بکنم. خب نکته بعدی چیه؟ اوکی من فهمیدم که علاقم چیه،
فهمیدم که چجوری سریع ترین راه علاقم رو پیدا کنم و تو اون مسیر قرار بگیرم. حالا یه سری زیرساخت باید داشته باشی، یه سری پیش نیازها که هر فردی وقتی میخواد بره پول در بیاره به هر طریقی اونا رو داره. نکته اول آقا رزومه یا منابع و پشتوانه هایی که شما شخص خود شما داری. یعنی چی؟ ببین من اگه یه مهارتی رو بهش علاقه دارم، مثلا من مهارت عکاسی رو بهش علاقه دارم، خب شما باید یه رزومه خوبی داشته باشی که بتونی پول خوب در بیاری دیگه. بدون رزومه خوب که اصلا به کسی چیزی نمیرسه. یعنی بازی دنیای ما الان تعریفش عوض شده، آدما میگن بدون کار کردن پول در بیار. خب اصلا کجای دنیا شما میتونی بدون اینکه هیچ کاری، خدماتی و یا یک ارزشی ارائه بدی پول در بیاری؟ اوکی، حالا این به کنار، بس اینه پول خوب در آوردن پیش نیاز اولش رزومه است. من باید بتونم یک طوری رزومه خوب داشته باشم، یک طوری خودم رو معرفی بکنم، یک طوری خودم رو به بقیه القا بکنم که بتونم هم کارو بگیرم، هم پول خوبه رو بگیرم، هم اعتباره رو بگیرم، همین رو حفظش کنم. اگه قراره کسب و کار بزنم یه سری پشتوانه های شخصی نیاز دارم. من چقدر تاباوری دارم که یک کسب و کار نوپا رو از 0 تا 100 میلیون تومان هدایتش کنم و نگهش دارم. چقدر میتونم منیج کنم پروسه های مختلف زنجیره تامین کسب و کارمو. یعنی زنجیره تامین کسب و کار یعنی چی؟ یعنی 0 کسب و کار شما تا 100 که شما یک محصول یا یک خدماتی رو بدید دست مشتری. چقدر میتونم الان اینا رو هندل کنم به صورت تنها، به صورت شخصی، بدون اینکه قرار باشه یک سرمایه اضافه بکنم یا بدون اینکه قرار باشه یکی بیاد کمکم وایسه بردستم حقوق بگیره. خب بعد از همه این مسائل به این نقطه میرسیم آقا اوکی، من فهمیدم به چی علاقه دارم، فهمیدم سریع ترین راهش چیه و فهمیدم چطوری زیرساخت برای ورود به این بازار رو باید کسب کنم. الان باید بتونم خوب پول در بیارم. چه فریلنسری کار کنم، چه محصول بفروشم، چه بیزینس داشته باشم، هر مدلی که کار میکنی، کاریابی یا مشتریابی یک اصلا ژانر جداییه، یک تخصص جدایی، یک بازی جداییه که اصلا اصل موضوع اونجا اتفاق میفته. یعنی کسی که بلد کار پیدا کنه، کسی که جنمشو داره کار پیدا کنه، بلد از هر آدمی به یه نحوی به یه طریقی پول در بیاره، حتی اگه اون 4 تا المان قبلی که گفتم رو نداشته باشه هم بازم پول در میاره. حالا شاید اون پول خوبه رو در نیاره ولی بازم مقداری در میاره که دستش به دهنش برسه. پس اصلا خود بحث کاریابی یه فضاییه که آقا چجوری آدم جدید پیدا کنم، چجوری محصولم رو تبلیغ کنم، چجوری آدما رو مجاب کنم این عددی که من نیاز دارم و بابت کاری که من میخوام انجام بدم بهم بدن و چجوری متقاعد کنم آدم‌ها رو که بین این بازار پر رقابت، بین طیف زیادی از هزاران آدمی که احتمالاً دارن کار شبیه به منو انجام میدن، منو انتخاب کن. من برترین گزینه و بهترین گزینه برای کاری هم که تو میخوای انجام بدی. چه میخوای محصول بخری، چه میخوای خدمات بگیری، چه میخوای پروژه با من ببندی، هر کاری که میخوای بکنی. سلسله ویدیوها و درس‌های 0 تا 100 میلیون که از این به بعد براتون آپلود میشه، ما راجع به این صحبت میکنیم. تو نقطه صفریم، چیکار کنیم؟ درآمدمون بشه 100 میلیون تومان. ویدیوهای بعدی رو اصلاً و به هیچ وجه از دست ندید، چون اصل بازی و چیزایی که قرار مطرح بشه که زندگی شما رو 1% بهتر بکنه اونجا گفته میشه. ویدیوهای بعدی میبینم.